آقا سلام، حاجی صمدم. من اومدم تو این چاله که سوراخ شده. قشنگ پایین شما جو نگاه کن. گفتم براتون یه فیلم بگم. اینجا یه ریشه خیلی بزرگ درخت هست. ببین حاجی، و اونجا هم ریشه هست. ولی به نظر من حاجی اینجا یه چیزی بوده. نگاه کن حاجی، اینا سوراخه. ببینی اینجا این بماند از من به یادگار. ما که اصلا این چیز درست سر در نمیاریم، ولی من همیشه حسم یه چیزایی به هم میگه که اون حسم هم بهم میگه که اینجا حتما یه چیزی بوده هست. خاطرم گفتم بهتون بگم. از یه طرف دیگه هم نمیدونم درجا کی آمار من موتور پلیس دیدم اومده از این جورش. قربان حاج خدافظ.